امروز میخوام 2 تا نکته مهم راجع بهشون بگم که از کجا ما زودتر بفهمیم این مهمه، این خیلی مهمه. یه راه دیگه هم هست که همینجا بهتون میگم و اون اینه که سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. میریم برای یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نکات تحلیل تکنیکال. موضوع این ویدیو درباره مبحث ابتدایی و مهم کف و سقف دوقلوه. امروز میخوام 2 تا نکته مهم راجع بهشون بگم که در تشخیص و شناسایی و تغییر روند با استفاده از این الگو به شما کمک میکنه. پس همراه من بمونید تو این ویدیو تا بریم روی نمودار. خب بریم روی چارت به شما توضیح بدم. اون 2 تا نکته چیه؟ اول خب این الگو اینطوریه که آقا ما کف دوقلو رو میبینیم اینجا 1 2 و اگر از قله‌ای که اینجا شکل گرفته عبور کرد، الگوی ما شکل گرفته و تکمیل شده در واقع و بعدش میتونیم بگیم که روند عوض شده. اما نکته اول رو بهتون بگم و بعد بریم نکته دوم که اینکه از کجا ما زودتر بفهمیم این مهمه، این خیلی مهمه. نکته اول این که خب کف دوقلو حتما ببینید کف اوله، حتما نباید کف دومین رو تاچ بکنه. این یه نکته. و نکته دوم خیلی هم نباید فاصله داشته باشه، حتما نباید هم تراز باشن، خیلی هم نباید فاصله داشته باشن. ببینید مثلا نمیتونه این باشه با اینا از هم خیلی نباید فاصله داشته باشه، مشخصه. اما نکته بعدی که باید بگم، اینجا الگو تکمیل میشه دیگه. کجا؟ اینجا. و ما از اینجا تا اینجا باید مطمئن میشیم که دیگه در واقع الگوی ما تکمیل شده و روند عوض شده. از کجا زودتر بفهمیم؟ تا این مقدار رو ما از دست ندیم، مثلا این مقدار رو که حدود خودش 9%. خب ما از ابزار دیگه‌ای باید استفاده بکنیم و من اینجا ابزار حجم رو به شما معرفی میکنم. ما حجم رو آوردیم و اینجا میبینید که توی کف اول حجم معاملات خیلی بیشتر از کف دومه. دقت بکنید، حجم معاملات در کف اول خیلی بیشتر از کف دومه. این میتونه به ما نشون بده که خب این الگوی کف ما شکل گرفته، اینجا با یک کندل قوی هم همراهه و میتونیم از الگوی حجم استفاده بکنیم برای اینکه زودتر متوجه بشیم. یه راه دیگه هم هست که همینجا بهتون میگم و اون اینه که خط روند قبلی رو ما مشخص بکنیم. اینجا خط روند شکسته شده رو خط روند به علاوه حجم، به علاوه 2 تا کفی که اینجا شکل گرفته و کندل ها ما رو میتونه به این برسونه که اینجا دیگه روند عوض شده با یک کندل قوی و ما میتونیم تغییر روند رو خیلی راحت تر پیش بینی بکنیم.